من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر. میگه یک وقت یک کسی در سفر میرفت، سر اسب خود سوار بود، در راه رفته میرفت یا پیاده بود، الله اعلم. صحابه قامت مردم یا دست میرفتن یا پیاده میرفتن. میگه خیروان بود، درا میره از یک قریه به قریه دیگه، یک دو سه روز فاصله داره، از یک قریه به قریه دیگه میرن. این نفر مسلمان است، سمت درا میره، میبینه که یک کس دیگه میه پیشش. کجا میری وطن داره شیر؟ میگه والا میرم که این قریه دیگه، ممکنت برم. او میگه درست است، خدا معرفی کو کی هستی؟ میگه من ابلیس. ای ابلیس لذیر بیدین پدر نالته، چند دوای غیر اکادمیکی را میزنه. تو چرا که میخوایی من مسلمانه ورش میگه آلو وطن دار گل تو را به ابلیسگری ما چی میره؟ من قسم میکنم تو را مسلمانی ما کافر ما ملعون خو خیر است. من قسم میکنم این سفر ما اگذاره کم شوه. خب بالاخره قناعت میته، میگه خب میرم، خب من تا فکرت باشه که در مسائل دینداری ما مداخله نکنیم، مرا پدرت بازی دادن نمیتونه. بالکل صحیح میگن. بالاخره حرکت میکنن، میرسن در یک منطقه، پیشین است و دیگر است و شام است و خفتن است. صبح که میشه یک وقتی رفیق ابلیس مسلمان دیگه افتاو برآمده، از خواب میخیزه. بعد از افتاو برآمد ابلیس میبرش میگه اندیوال جان، میگه جان، میگه من دیگه رفتم از پیشش. چرا ابلیس؟ درست سفر مانده، تو گفته بودی که تا قریه میریم. گفت نه، من به الله یک دفعه سجده نکردم سرم لعنت آمد. تو 5 وقت نماز نخوندی، دیروز پیشین نماز نخوندی، یک دفعه لعنت الله سرت نازل شد. دیگر باز نخوندی، باز لعنت الله سرت آمد. دیگر باز لعنت الله، شام باز لعنت الله، خفتن باز لعنت الله، صبح باز لعنت الله. اتو نشه کدام لعنته که تو در کلمه بفته؟ از این خاطر که تو مده یک راه نمیرم. فهمیدی؟ شیطان که رانده شد به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بینماست که این سجده به آدم و آن به الله نکرد. از این خاطر بسیاری علما میگه کسی که قصداً نماز ترک میکنه کافر میشه. صحابه، بعضی صحابه روایت کردن، میگه در عصر صحابه در هیچ گناه کبیره کس را تکفیر نمیکردن بغیر از نماز. اگر کس نماز ترک میکرد این علامت چی بود؟ کفر بود. من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر. یک وقت من خواندم، چی را خواندم؟ در یک راه میرفتم که یک جای یک کاغذ افتاده بود، نوشته بود که نامه ابلیس به الله متعال. من این ورق خبر داشتم، یک کسی یک چیز نوشته کرده بود که یا الله من ابلیس هستم، به آدم سجده نکردم، به احترامی کردم، به یک به احترامی لعنت شدم، از عذاب تو گرفتار شدم. این انسان هایی که استادای ما در ابلیسگری هستند، اینا رو لعنت کو. یا خزمه کده بهتر هستن.